احمد خزایی، کارشناس امور راهبردی و روابط بین الملل از منامه بحرین با ما هستند. آقای خزایی، مایل بودم نظر شما رو بدونم که از نظر شما معنای حمله امروز حوثی‌ها چیست؟ آیا آمریکا برای خنثی کردن تهدید اونها ناکام مونده؟ خیر، این معنی رو نمیده. معنیش این هست که ایران داره سعی میکنه الان در جریان مذاکراتش با آمریکا اهرم خودشو و دست خودشو قوی تر کنه. خب در گذشته حکومت ایران پاسخش این بوده که کنترل چندانی بر نیروهای مثل حوثی‌ها نداره و حتی قبل از اینکه انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی برسه، یمن یکی از کشورهایی بوده که در مناقشه فلسطینی‌ها بسیار فعال بوده. بله، این حرف درست است، اما اینها حوثی‌ها نبودند که فعال بودند. حوثی‌ها اساساً یک گروه، یک قبیله کوچکی هستند که بعد از همکاریشون با سپاه پاسداران قدرت گرفتن، نه قبلش. ممکنه که حوثی‌ها هم به سرنوشت حماس، حزب الله یا حتی بشار اسد مبتلا بشن؟ بله، این احتمال داره. اونها تنها گروه نیابتی قوی باقی مونده هستن، برای همین دارن اینقدر سعی میکنن که از صحنه حذف نشن. ولی دست کم یک ماه اخیر ضربه های مهلک و قدرتمندی رو تحمل کردند. با تمام اون امروز تونستن فرودگاه بنگوریون رو هدف قرار بدند. از کجا معلوم که واقعا این فشارها روی اونها اثر بگذاره؟ این میتونیم بگیم آخرین تلاش اونها، آخرین نفسهایی هست که میزنن. این تلاشی هستش از طرف ایران برای همونطور گفتم قوی تر کردن دست خودش و همینطور فشارهایی که آمریکا داره بر ایران میاره از طریق این انفجارهایی که داره در ایران رخ میده. بنابراین هر دو طرف دارن سعی میکنن خارج از اون اتاق مذاکرات به انواع مختلف به همدیگه فشار وارد کنن. امروز بنیامین نتانیاهو گفت که این رو ما از چشم ایران میبینیم. بعضی از شخصیت‌های سیاسی اسرائیلی دیگه هم همچین حرفی رو زدن و در گذشته هم چند روز اخیر وزیر دفاع آمریکا هم گفت که ایران باید پاسخگو باشه. چه کاری میتونن بکنن؟ به نظر شما ممکنه که گفتگوهای اتمی رو از مسیر خارج بکنه و بحران اتمی ایران رو وارد فاز نظامی بکنه؟ تمام اون چیزها که شما الان گفتین ما رو به اون نقطه‌ای میرسونه که من همین الان صحبت کردم. هر دو طرف دارن سعی میکنن خارج از مذاکرات از طریق این حمله ها دست خودشون رو قوی تر بکنن، چه حمله حوثی ها علیه اسرائیل باشه، چه این انفجارهای اسرارآمیزی باشه که در ایران داره اتفاق میفته که همه ما معتقدیم کار اسرائیله. البته اسرائیل رسما این رو به عهده نگرفته، ولی دو طرف همونطور که شما اشاره کردید سابقه طولانی از ضربه زدن به همدیگه دارند. بازم من سوالم رو به این شکل تکرار میکنم که آیا ممکنه عملکرد اسرائیل و بعد پاسخها و در حقیقت واکنش‌های ایران بالاخره کار خودش رو بکنه و کل مذاکرات با آمریکا رو ناکام بگذاره؟ بله، حرف شما درسته. همونطور که الان ایران داره رد میکنه این واقعیت رو که از حوثی‌ها حمایت میکنه، هیچکی هم الان اینا نقش خودشون رو در انفجارهای ایران هم دارن تکذیب میکنن. هر دو طرف دارن سعی میکنن به طرف دیگه فشار وارد کنن و یک نکته‌ای رو، یک پیامی رو برسونن در ارتباط با این مذاکرات که الان بین ایران و آمریکا در جریانه و تلاششون برای تاثیرگذاری رو مذاکرات. احمد الخزایی، کارشناس امور راهبردی و روابط بین الملل از منامه، ممنونم از حضور شما در برنامه.